سلام علیکم رفقای گلم، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. سعید هستم، مربی فوتبال و فری استایلر حرفه‌ای. در این ویدیو اومدیم با یه چالش خیلی خفن. این ویدیو دیگه رسما حیثیتی و پای آبروی ایران در میونه. توی این ویدیو میخوام با بازیکنان بزرگ فوتبال دنیا از زلاتان بگیر تا رونالدو کل کنم و هر حرکتی که اونا انجام دادن با تو من سخت‌ترش رو انجام بدم. بریم ببینیم چی میشه، چند تاشو میتونم انجام بدم و شما هم امتحان کنید ببینید چند تاشو شما میتونید انجام بدید. برو بریم. خب ویدیو اولمون مربوط میشه به داداشمون زلاتان ابراهیموویچ که خیلی ادعاش میشه واقعا. روی این یکی رو باید کم میکردم، به خاطر همین گذاشتم اولی. توی این ویدیو همونطور که میبینید زلاتان داره شنا میره و توپم پشت گردنشه. بریم ببینیم چیکار میکنیم. آموزش نگه داشتن پشت گردن تو چنل هست بچه، بگردید پیدا میکنید. حالا این از دست، حالت شنو ایزی بابا. بذار سخت‌ترش کنم، نظرتون چیه؟ به سخت‌ترش. ایرانی جماعت باخ نمیده داداش. یس، ایرانی باخت نمیده. بریم سراغ شماره 2. خب شماره 2 مربوط میشه به داش خوش اخلاق و خوشگلمون کاکا. همونطور که توی این ویدیو میبینید داره با 2 تا توپ پایی میزنه که خب هممون هم میدونیم فیک ویدیوش، یعنی ریل نیستش، ولی با 2 تا توپ بریم ببینیم من چی کار میتونم کنم. نگه داشتنش هم سخته. برو بریم. Yes! Yes! و اما حرکت سوم مربوط میشه به داداشمون ایسکو. وقتی که گروه افتو میان و بهش میگن که بیا این حرکت رو بزن، اونم دقیقا همون حرکت رو میزنه و پشمای همه فر میخوره. حالا من یه حرکت میخوام بزنم هم پشمای ایسکو فر بخوره هم پشمای گروه افتو. برو بریم. این که حرکتی که برادران زدن و برگاه همه فر خورد. حالا بریم ببینیم سخت‌ترش چیه. ایزی. و اما ویدیو 4 مربوط میشه به رونالدو که میاد حرکت TATW فری استایل میزنه تو دنیا راند ورد که میاد و خب این حرکت رو زد رونالدو. حالا بریم سخت‌ترش رو بزنیم، یعنی 2 تا پشت سر هم دیگه. برو بریم. سخت بود. و اما ویدیو حرکت 5مون مربوط میشه به داداشمون لیونل مسی، خدای فوتبال. رونالدو هم خدای فوتبال، مسی هم همینطور. راستی شما هم تو کامنت ها بهم بگید یه بار برای همیشه مسی بهترین بازیکن جهانه یا رونالدو؟ ما که اینجا روی هر دوشون رو داریم میخوابونیم حالا تو قسمت کار نمایشی، ولی شما بهم بگید که توی دنیای فوتبال مسی بهترینه یا رونالدو؟ توی کامنت حتما بهم بگید. و اما بریم سراغ حرکت لیونل مسی. همونطور که توی این ویدیو میبینید مسی داره رو پای نشسته میزنه و خیلی هم خوب اجرا میکنه. دمش هم گرم واقعا، به عنوان فوتبالیست فوق العاده است. حالا ببینیم ما چی کار میکنیم. خب این از روپای نشسته که ایزی به دوربین نگاه میکنم و انجامش میدم. خب واقعا کارش آسونیه واسه من. بریم سراغ سخت‌ترش، یعنی و اما شماره 6 مربوط میشه به پول پوگبا. بریم ببینیم چه خبره. و اما شماره 7 و غول مرحله آخر سرخیو راموس بود که روی دار حلقه اومد و قدرت خودشو به اجرا گذاشت و حالا من میخوام سخت‌ترشو با توپ بزنم.